خیر ما ضعیف هستیم یا نه که قوی هستیم؟ بگوی ما قوی هستیم. ضعیف کسی است که از مرگ میترسه. ضعیف کسی است که محبت دنیا را خوش داره. ضعیف کسی است که 4 روز زندگی با اولاد خود خوش داره. کدامتان خوش داره که در راه الله سبحانه و تعالی سر همه ما خوش داریم که در راه الله سبحانه و تعالی جان خود فدا کنیم. همین جان ناقصی مرا این چه حیثیت داره؟ اگر الله سبحانه و تعالی بر رضامندی خود در راه خدمت و فداکاری دین خود قبول کنه، از این کده نعمت عظیم دیگه است. هزارها سال شکری الله سبحانه و تعالی را باید بکن که الله تو جان مرا قبول میکنی. لن ننطفي أبدا لن ننتهي أملا إنا كبرق في السماء جاء ملتهي